با سلام و آرزوی خسته نباشید خدمت کلی شما دوستان گل. خوش اومدیم به قسمت دوم از مجموع قسمت های باگ بانتی و اینجور چیزا. در این جلسه میخوایم با هم آموزش نصب کاری لینوکس رو یاد بگیریم. حالا چه کاری لینوکس، چه پارو، چه بک باکس، چه آرچ، دبیان، اوبونتو فرق نمیکنه. ساختار همون لینوکسه و فقط صفحه و اسمش عوض شد. چون لینوکس اوپن سورسه، هر کسی میتونه سورس رو برداره و یه سیستم رو بیاره. مهم نیست. خب ما با ویرچوال باکس شروع میکنیم. اگر بیارم خوشحالی نیو رو میزنیم، میگه اسم براش بذار، من دارم هیدن، یه فایل انتخاب کن، فایل حتما باید ایزو باشه. من نسخه 2020 رو دانلود کردم چون میخوایم سریع انجام بشه. 6 گیگ بهش میدیم، سی پی یو هم اوکیه و لادر. خب میگه محیط گرافیکیشو میخوای یا ترمینال؟ من با ترمینال بیشتر. چه زبانی؟ انگلیسی. چه کشوری؟ و اوکی. خب تو این جلسه من میخوام بهتون اوسینت رو هم یاد بدم. حالا میریم تو موقعیتون میگم اوسینت چون قسمت یکم طول میکشه گفتم دیگه پاوز نکنیم ویدیو رو و یه سرانجام بدیم و گفتم اوسینت رو هم در کنارش بهتون یاد بدم چون واقعا اوسینت چیزی که به درتون میخوره و اگه جلسه اول باش آشنا بشین، چون تا ویدیو بعد بذارم یکم طول میکشه. با این کار کنید، نرم افزارش رو چه یوتیوب چه هر جای دیگه خواستین سرچ بکنید اسم سایتش رو و بیایید بالا بخونید در موردش. اگه ریپازیتوری جورایی داشته باشین خیلی بهتر. خب کالی پسورد. خب این سراغ اوسینت تا این بالا بیاد. اوسینت فریمورک رو سرچ کنید. مشکلی کجاست؟ VPN باز کنید و تو مجموعه قسمت هامون لینوکس رو هم یاد میگیره، یعنی مشکلی از جهت لینوکس نداشته باشید. حالا حدودی شما من بهتون توضیح میدم که حدودی ازش بر باشید، شماتیک خیلی کلی. خب اوسینت اینه، اوسینت فریمورک. خب میگه چه دیسکی؟ میگه دیسکتون میخواید برات بسازم یا منوال خودت بسازید. این دوتا هم نیستن که چی میگه خودت بساز. یه پارتیشن بندیشو خودم انجام بدم. مطمئنی؟ میگه من 20 گیگ بهت XD دادم و 6 گیگ هم سواب. سواب یه حافظه مجازیه که اگر رم کم بیاره سواب وارد میشه. خب اینجا ما همه چی داریم، همه سایتی رو برامون گذاشته. در مورد یوزرنیم که حالا یوزرنیم سرچ انجین میخواید یاد که من یکی دوتاشو با هم باز میکنیم میبینیم. این هم براتون بیارم. ایمیل پسورد هم میگه من میتونم انجام بدم. خوبه. سرچ اینا رو باید سرچ کنید. مثلا هانتر سایت معروفیه، سایت خودش. این کامنت، ایمیل فرمت که دیگه سایت نمیخواد.
اگه چیزی رو بشناسم براتون باز میکنم. اینو علکه این حالا بیاریم ما ببینیم چی بچه. خب سایت بعدی دامین نیم with DNS subdomain گوبوستر بکنم گوبوستر. آره این که خب همینا رو فعلا ببینیم. خب این ما با پول هاستشون نداده چی؟ خب من اینجا چی باید همین دو چیز سرش کنم ببینیم چی میگه برام دیدن هایدروژن نمیدونم. سوری خب چیز خاصی برامون نمیاد. ملیسا یه اولین باگی که اومد تو کامپیوتر اسمش ملیسا. هانتر این سایت واقعا خفنیه و من ثبت نام باید بکنم. کانتی هم من ندارم. این حالا بعد یه قسمت برسم در مورد هانتر براتون بذارم. این نمای قشنگی هم داره اتفاقا. بازم ثبت نام میخوام. هیچی خب اگر جوری که آورده واقعی باشه چون این سایت واقعا خیلی خفنی باشه قبلا کار کرده ولی یادم رفت اسمش. با نه هیچ نیم همین این سایت خفنیه. اینو viewdns.info مثلا سایت از لحاظ آی پی نیست خواهیم چک کنیم کارو میزنیم واقعا سایت خفنی. اگر اکانتاشو دریافت بکنید آنچنان کدی نداره. خب یعنی آنچنان سورس کدی براش ننوشتن. آره آنچنان سورس کدی نداره خواهیم حساب کنیم ولی واقعا سایتی که خفنه و خیلی کارهای بالایی داره. برای سایت هم بعد این رو نشون میدم که من باحاله.
یعنی این همه ریلیز آورد. خب تا الان که ایمیج سرچ مثلا این دکمنت وبکام هم داره. این سایت واقعا سایت خوبیه، اگر وقت بذارید روش واقعا خیلی میتونه کاری باشه. خب بگم که اینجا باید نتورک رو مشخص بکنید که اگر لینوکس نسخه بالا دانلود کنید میتونید وصلش کنید به وای فای خونتون یا گوشی. حالا خب چون نسخه 2020 و فعلا کم قدیمیه میگه خود دستی براتون من کانتینیو رو میزنم. حالا این صفحه ارور رو هم میده طبیعتا بک رو میزنم، میگه خودت میخوای بعدم دستی بزنی. خب سوشیال نتورک هم داره. خب میگه این نرم افزار هست ایکس فیس سی آره اسم محیط گرافیکیه که اینو میخوایم حالا، ولی برای شما برمیاد میتونید بردارید حالا نمیتونید بذارید، ولی بعدا با آپدیت هم اینا درست میشن، مشکلی نداره. خب سرچ هم من دنبال فرندز هم چیز گوگل ببینم میاره برام بالا یا نه. آنالیز سرچ سوشیال نتورک هیچی. من چند تا همینجوری بالا میارم ببینیم ساختار رو. تولز ببینیم چی داره. VMware ویرچوال باکس کای لینوکس پاروت مایکروسافت دیولپرز کار نکردم نیکس آل تولز چت جی پی تی اینو نمیدونم چیه. اکسپلویت اینا در مورد وب، دیفالت پسورد اینا رو همشون من میخوام. خب بریم سراغش ببینیم. اوکی هیچ فیلانه اینا تبدیل میکنه به متن، یکی دیگه سایت نمیخواد.
گوگل سرچ دیدم. دلشون باشه یه سایتی آوردم بالا، مثلا این به خدا این اگه یه ذره CSS داشته باشه، نداره اینجا، به باکس شادو به این داره. نشونتون بدم بی گفتم CSS شما بیارم بالا اگه پیداش کنیم. CSS او سلکت مشخص کرده آپشن دیگه لینک و فوتر هم CSS داره که فکر نکنم بذاره وارد بشیم. خب اینم از این اتوریزیشن هم هیچی. دیفالت پسورد این سایت خوبیه، آره این سایت خوبیه، میتونید ازش استفاده کنید. کانتکست نت هم داره که واقعا خوبه، یعنی دیفالت پسوردهای روترهای مختلف رو میذاره. کافیه شما اسمشو بنویسید بعد بهتون نشون میده. خیلی خوبه واقعا، بر دوربینا و مودم خیلی کارهای بالایی داره. سایت بعدی اینه. من اگه چیه تیشو بیاریم ببینیم چیزی که ما بشناسیم، تاپی لینکی یه چیزی داره. خب تاپی لینک پسورد 1 پسورد 2 ادمین پسوردش هم شومی ادمین که واقعا جای تقدیر و تشکر. کوئری به همین شکل، یعنی سایتی که اصلا براش وقت نذاشتن و همینجور چیزی طراحی کردن. خب الان اینم از این. آکسیدم پایین پسورد همین شکل. خب حتما تا جلسه بعدی اینو کار بکنید، همه تولز هاشو همشو چک بکنید و آشنایی پیدا بکنید، چون واقعا کمک خیلی بالایی تو پیدا کردن اینفورمیشن و اینجور چیزا. خب این میگه میخوام گرافت طراحی کنم، میگم اوکی طراحی کن، میگم این نظار و تا اینجا شو پیش رفت. تموم دیگه تقریبا. بله اگر این به پایان برسه ما خوشحال میشیم. دوستان جلسه بعدی نصب نرم افزاره. من همه نرم افزاراشو داخل کانال تلگرام قرار میدم، اگه خواستین دانلود بکنید. جلسه بعدی فرقی نمیکنه و مشکلی نه. خب من محیطش خیلی کوچیکه برام، مشکلی اگه پیش نیاد